بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. بیگمان مؤمنان رستگار شدند، آنهایی که در نماز خیش فروتنند، آنهایی که سخن بیهوده اعراض می کنند، آنهایی که زکات را ادا می کنند، آنهایی که فروج خیش را حفظ می دارند مگر بر همسران یا کنیزان خیش که با آمیزش جنسی با ایشان مورد ملامت قرار نمی گیرند. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. کسانی که غیر از این راه دیگری را بجویند پس ایشانند تجاوزکار. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. و آنهایی که امانات و عهد خیش را رعایت می کنند. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. آنهایی که از نمازهای خیش محافظت می کنند. اولئک هم الوارثون. هم ایشانند وارثانی واقعی. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. کسانی که بهشت را میراث برده در آن جاودانه به سر میبرند. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. بیگمان انسان را از عصاره از گل آفریدیم. ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. پس او را به حیث نطفه در قرارگاه مطمئن رحم قرار دادیم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سپس آن نطفه را خون بسته ساختیم، پس آن خون بسته را گوشت پاره گردانیدیم، باز آن گوشت پاره را به صورت استخوان در آوردیم، پس استخوانها را با گوشت پوشانیدیم، بعد از آن با او آفرینش دیگری بخشیدیم. بس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. پس بیگمان بعد از آن شما مردنی هستید. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. باز بیگمان در روز قیامت برانگیخته میشید. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. و حقا که بر بالای شما 7 راه یعنی طبقه را آفریدیم و ما از خلق جهانی که آن را آفریده ایم غافل نبودیم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. و آب را از آسمان به اندازه لازم نازل کردیم و آن را در زمین جای دادیم و بیگمان به از بین بردن آن قادریم. فأنشأنا لكم به جنات من
شما باغ‌های از درخت خرما و انگور رویانیدیم. در این باغ‌ها میوه‌های فراوانی برای شما وجود دارد و از آن می‌خورید. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. و نیز درختی از کوه سینا بیرون می آید و با روغن و نانخورش برای خورندگان می روید. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. و بیگمان در چارپایان نیز برای شما مایه عبرت است. از آنچه در شکمهایشان است از شیر شما را می نوشانیم و در آن برای شما منافع بسیاری است. از گوشت آنها می خورید. وعليها وعلى الفلك تحملون. و بر چارپایان و بر کشتی ها سوار می شوید. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. و ما بیگمان نوح را به سوی قوم او فرستادیم، پس به آنها گفت ای قوم من خدا را بپرستید، جز او هیچ معبودی ندارید، پس آیا از او نمی ترسید؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. پس کلان شوندگان قوم او که کافر شده بودند گفتند او نیست مگر بشری مثل شما که میخواهد بر شما برتری جوید و اگر خدا میخواست بیگمان فرشتگان را به حیث پیامبر میفرستاد. ما هرگز این چیزی را که او میگوید از نیاکان خیش نشنیده ایم. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. نیست او مگر مردی که به جنون مبتلا شده، پس تا مدتی به او انتظار بکشید. قال رب انصرني بما كذبون. نوح گفت پروردگار مرا در برابر تکذیب ایشان کمک کن. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. پس به وی وحی کردیم که کشتی را زیر نظر ما و وحی ما بساز. چون امر ما فرا رسید و آب از تنور جوشید، از هر چیز جوره های نر و ماده را و نیز خانواده خود را در کشتی بردار، مگر آنهایی که قبلا وعده هلاکتشان داده شده است. و درباره کسانی که ستم کردند با من گفتگو مکن که ایشان غرق شونده اند. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. و هنگامی که تو و همراهانت در کشتی جابجا شدید، پس بگو ستایش مر خدای را، ذاتی که ما را از قوم ستمگار نجات بخشید. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. و بگو پروردگارا مرا به جای با
برکت فرودار و تو ذات هستی که به شایسته ترین شیوه ما را فرود میاری. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. بیگمان در این داستان نشانه هایی است و ما واقعا شما را آزمایش کننده ایم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. سپس بعد از ایشان دوره دیگری به وجود آوردیم. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. پس در میانشان رسولی را از خودشان فرستادیم تا به ایشان ابلاغ کند که خدا را بپرستید، جز او برای شما خدایی نیست. آیا از او نمی ترسید؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. کلان شوندگان قوم او که کافر شده بودند و از لقای آخرت انکار داشتند و آنهایی که برایشان در زندگی دنیا رفاه بخشوده بودیم گفتند این نیست جز بشری مثل شما، آنچه شما میخورید میخورد و از آنچه شما مینوشید مینوشد. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. و اگر از بشر مثل خود فرمان برید مسلما شما در این حال زیانکار خواهید بود. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون. آیا به شما وعده می دهد که چون مردید و خاک و استخوان شدید بیگمان باری دیگر از قبرها برآورده می شوید؟ هیهات هیهات از آنچه به شما وعده داده می شود. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. برای ما جز این زندگی دنیا هیچ چیزی دیگری نیست. می میریم و زنده می شویم و ما هرگز برانگیخته نمی شویم. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. نیست این مگر مردی که بر خدا به دروغ تهمت بسته است و ما به او ایمان آوردنی نیستیم. قال رب انصرني بما كذبون. پیامبر گفت پروردگارا مرا در برابر تکذیبشان کمک کن. قال عما قلیل لیصبحن نادمین. خداوند گفت به زودی پشیمان می شوند. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. پس ایشان را صیحه به حق فرو گرفت و ما ایشان را همچون خاشاک روی آب گردانیدیم. پس برای قوم ستمگر از مرحمت خدا دوری باد. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. سپس بعد از ایشان دوره‌های دیگری را به وجود آوردیم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هیچ قومی نمیتواند بر میعاد خویش سبقت جوید یا آن را به تأخیر اندازد. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.
سپس پیامبران خیش را پیاپی فرستادیم. هر باری که به قوم پیامبرشان آمد او را تکذیب کردند. پس ما بعضی را از پی بعضی دیگری آوردیم و ایشان را افسانه ساختیم. پس دوری از مرحمت خداوند باد قومی را که ایمان نمی آورند. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. سپس موسی و برادرش هارون را با آیات خیش حجت آشکار فرستادیم به سوی فرعون و کلان شوندگان قوم او، ولی فرعونیان تکبر کردند و ایشان قومی برتری جو بودند. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. گفتند آیا به دو نفر از افراد بشر همانند خود ایمان آوریم در حالی که قوم ایشان ما را می پرستند؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. پس فرعونیان این دو پیامبر را تکذیب کردند و سرانجام همه هلاک شدند. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. بیگمان به موسی کتاب یعنی تورات را دادیم تا باشد که ایشان هدایت شد. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. و ما پسر مریم و مادرش را نشانه گردانیدیم و ایشان را در سرزمین بلند دارای استقرار و آب روان جای دادیم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ای پیامبران، از خوردنی های پاکیزه بخورید و عملی نیکو انجام دهید. بیگمان من به آنچه انجام می دهید آگاهم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. و بیگمان این امت شما است، امت یک پارچه و من پروردگار شمایم، لذا از من بترسید نه از کسی دیگر. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. اما ایشان وحدت خیش را حفظ نکرده، کار خود را در بین خیش به پراگندگی کشانیدند. هر حزبی به آنچه نزد خودشان است شادمانند، بدون آنکه وسط نظر داشته حقایق را پیروی کنند. فذرهم في غمرتهم حتى حين. پس ایشان را به همان غفلتشان بگذار تا لحظه مشخص فرا رسد. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. آیا ایشان میپندارند که با آنچه از مال و اولاد که به ایشان کمک مینماییم خوبی ها را به ایشان به سرعت عنایت میکنیم؟ نه خیر، ایشان نمیدانند. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. بیگمان کسانی که از ترس پروردگار خیش بیمناکند و آنانی که به آیات پروردگار خیش ایمان دارند و آنانی که به پروردگار خیش شریک نمی آورند. والذین یؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
و آنانی که چون میدهند آنچه را میدهند دلهایشان ترسناک است از اینکه به پروردگار خیش باز میگردند. هم ایشانند که در نیکویی سرعت به خرج میدهند و ایشان به سوی آن سبقت میجویند. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. و ما هیچ کس را جز به قدر طاقت او مکلف نمی سازیم و نزد ما کتابی است که به حق سخن می گوید و بر ایشان ظلم نمی شود. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ولی دلهایشان از نامه اعمال در غفلت است و ایشان اعمال دیگری جز این دارند که به آن پیوسته عمل می کنند. حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجأرون. تا زمانی که آسوده حالان ایشان را به عذاب بکشانیم در آن وقت است که ایشان فریاد میکشند. لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون. و ایشان گفته می شود امروز فریاد نکشید، یقینا از جانب ما مدد نمی شود. قد كانت آیاتی تتلى علیکم فکنتم على اعقابكم تنكصون مستكبرین به سامرا تهجرون. بیاد دارید که آیتهای من به شما خوانده می شد و شما بر پاشنه‌های خیش به عقب برمیگشتید و از آن اعراض می کردید. تکبر کنان در برابر آن در جلسات شبانه دور از دیگران بدگویی می کردید. افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین. آیا ایشان در این گفتار یعنی گفتار خدا تفکر نکرده اند یا به ایشان چیزی آمده که به نسل‌های پیشینشان نیامده بود؟ ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون. یا آیا پیامبر خیش را شناختند که از او انکار می‌ورزند؟ ام یقولون به جنة بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارهون. یا آیا میگویند که او دیوانه است؟ نه خیر، به ایشان سخن حق را آورده است ولی اکثرشان از سخن حق کراهت دارند. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. و اگر حق از هوس‌هایشان پیروی کنند یقینا آسمان‌ها و زمین و آنچه در میان آنهاست فاسد می‌شوند. بلکه حقیقت این است که ما به ایشان پند ایشان را فرستادیم اما اکثر ایشان از پند خیش روگردانند. ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وهو خیر الرازقین. یا این که تو از ایشان پاداشی میجویی پس مزد پروردگارت بهتر است و او بهترین روزی دهندگان است. و انک لتدعوهم الى صراط مستقیم. و بیگمان تو ایشان را به راه راست فرا میخوانی. و ان الذین لا یؤمنون بالآخرة عن الصراط لناکبون. و کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند بیگمان از آن راه راست منحرفند. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون.
و اگر بر ایشان رحم کنیم و اندوهی را که بر ایشان عارض شده رفع نماییم، باز هم در سرکشی خیش با سرگردانی اصرار می‌ورزند. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. و بیگمان ما ایشان را به عذاب گرفتار کردیم، با این هم به پروردگار خیش تندیهی نکردند و تضرع نورزیدند. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. تا چون بر ایشان در از عذاب شدید را گشودیم، ناگهان ناامید شدند. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون. و اوست که برای شما گوش و چشم و دل ارزانی کرد، اما کمتر شکر می‌کنید. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. و اوست که شما را در زمین آفرید و باری دیگر با سوی او محشور میشید. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون. و اوست که زنده می کند و می میراند و آمد و شد شب و روز از آن اوست، آیا نمی فهمید؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون. اما بالعکس ایشان چیزهایی گفتند که پیشینیانشان میگفتند. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. گفتند آیا چون مردیم و خاک و استخوان شدیم، آیا بعد از آن برانگیخته خواهیم شد؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. بیگمان به ما و پدران ما قبل از این وعده داده شده، این نیست مگر افسانه های پیشینیان. قل لمن الأرض ومن فيها بگو زمین و آنچه در آن است از آنی کیست اگر شما میدانید. سیقولون لله قل افلا تذکرون. خواهند گفت از آن خداوند است، بگو پس آیا پند نمیگیری؟ قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. بگو کیست پروردگار آسمان‌های هفتگانه و پروردگار عرش عظیم؟ سیقولون لله قل افلا تتقون. خواهند گفت از آن خداست، بگو پس آیا نمی ترسید؟ قل من بیده ملکوت كل شیء وهو یجیر ولا یجار علیه إن کنتم تعلمون. بگو کیست که سلطنت هر چیز به دست اوست و اوست که پناه میدهد ولی خود او به پناه دادن نیازی ندارد اگر میدانید؟ سیقولون لله قل فأنا تسحرون. خواهند گفت این اوصاف از آن خداست، بگو از کجا فریب داده میشد؟ بل اتیناهم بالحق وانهم لکاذبون. بلکه حقیقت این است که ما برای ایشان حق را آورده ایم و حقا که ایشان دروغگویانند. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض
سبحان الله عما یصفون. خداوند هرگز فرزندی نگرفته است و نه با وی خدای دیگری است. اگر چنین می بود هر معبود چیزی را که آفریده بود می گرفت و یکی بر دیگر زبردستی می نمود. منزه است خدا از آنچه مشرکان وصف می کند. عالم الغیب والشهادة فتعالى عما یشرکون. او دانای پنهان و آشکار است، پس برتر است از این که با او شریک می آورند. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. بگو ای پروردگار من، اگر بنا باشد آنچه را ایشان وعید می شوند به من نشان دهی، پس ای پروردگار من مرا در میان مردم ستمگار قرار مده. و اینا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون. و ما یقینا به این قادریم که آنچه وعده می دهیم به تو نشان دهیم. ادفع بالتي هي احسن السیئه نحن اعلم بما یصفون. با آنچه بهتر است بدی را دفع کن، ما به آنچه ایشان توصیف می کنند خوب آگاهیم. وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك رب ان یحضرون. و بگو پروردگارا من از وسوسه های شیاطین به تو پناه می گیرم. ای پروردگار من و نیز از حضور و نزدیکی ایشان به تو پناه می برم. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. آنها همچنان به راه غلط دوام خواهند داد تا چون به یکی ایشان مرگ برسد میگوید ای پروردگار من مرا به زندگی بازگردان، شاید در عوض آنچه ترک کردم عمل صالح انجام دهم. به او میگویند چنین نیست، بیگمان این سخنی است که او به زبان آورده است و از ورای ایشان بین زندگی دنیا و قیامت برزخی است تا روزی که برانگیخته می شود. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. سپس چون در سور دمیده شود آن روز میان ایشان رابطه نسب در نظر نخواهد بود و از یکدیگر کمک نمی خواهند. فمن ثقلت موازینه فأولئك هم المفلحون. پس کسانی که وزن حسناتشان سنگین شد هم ایشانند رستگار. ومن خفت موازینه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. و کسانی که وزن حسناتشان سبک است همیشانند که خیشتن را زیانمند ساخته در دوزخ همیشه خواهند بود. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. روحایشان را آتش می سوزاند و ایشان در آن چهره در هم کشیده دارد. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. و ایشان گفته می شود آیا به شما آیه های من خواندن نشده بود و شما آن را تکذیب می کردید؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. میگویند پروردگار ما
شقاوت ما بر ما غلبه کرده و ما قوم گمراهی بودیم. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. پروردگار ما را از آن بیرون آر، پس اگر ما همان اعمال را تکرار کردیم در آن صورت واقعا ستمگار می باشیم. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. خداوند می گوید دور شوید در آن و با من سخن مگویید. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. از بندگان من واقعا گروهی بودند که می گفتند ای پروردگار ما ایمان آوردیم، پس ما را بیامرز، بر ما رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. اما شما ایشان را به تمسخر گرفتید به حدی که ایشان به این حالت خود شما را از یاد من غافل کردند و به حالتی بودید که به ایشان می خندیدید. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اکنون من ایشان را در برابر صبرشان پاداش داده و حقا که هم ایشانند پیروزمند. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. خداوند گفت چی مدت در زمین به حساب سال درنگ کردید؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. گفتند یک روز یا پاره از روز درنگ کردیم، از شمارندگان بپرس. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. خداوند گفت درنگ نکردید مگر اندکی، ای کاش می‌دانستید. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. پس آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده ایم و شما نزد ما بازگردانده نمی شوید؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. پس برتر است خداوند پادشاه برحق و جز او معبودی نیست، پروردگار عرش کریم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. و هر که با خداوند معبودی دیگر را بخواند و مسلماً به این کار خیش دلیل ندارد، پس به گمان حساب او نزد پروردگار اوست و کافران هرگز رستگار نمیشوند. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. و بگو پروردگارا مرا بیامرز و بر من رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. این سوره است که آن را نازل کردیم و تعمیل احکام آن را بر شما فرض گردانیدیم و در آن آیات روشنی را نازل کردیم تا باشد که پند بگیرید. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. زن زناکار و مرد زناکار هر یک از ایشان را 100 را بزنید و شما را در مورد ایشان در دین خدا رأفت نگیرد اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید و باید یک دسته از مسلمانان مجازات ایشان را مشاهده کنند. الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. مرد زناکار نکاح نمی کند مگر زن زناکار یا مشرک را و زن زناکار نکاح نمی کند مگر مرد زناکار یا مشرک را و این کار بر مؤمنان حرام شده است. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. کسانی که زنان پاکدامن را متهم به زنا می کنند و سپس برای اثبات اتهام خیش 4 شاهد نمی آورند پس ایشان را 80 دره بزنید و هرگز شهادتشان را قبول نکنید، هم ایشانند فاسق. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. مگر آنانی که توبه کردند و خیشتن را بعد از این اصلاح کردند پس بیگمان خداوند آمرزگار و مهربان است. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. و کسانی که زنان خود را متهم به زناکاری می کنند و برای اقامه آن گواهانی به جز خودشان ندارند پس گواهی یکی از ایشان 4 بار شهادت است و اینکه به الله قسم است که او واقعا از راستگویان است. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. و سوگند پنجم این است که لعنت خدا بر وی باد اگر از دروغ گویان باشد. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. و زن مجازات را از خود به این طریق دفع می کند که 4 بار به خدا شهادت دهد که بدون شک او یعنی شوهرش از دروغگویان است. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. و سوگند پنجم وی این باشد که غضب خدا بر وی باد اگر شوهر او از راستگویان باشد. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. و اگر فضل و رحمت خدا به شما نمی بود و اینکه خدا توبه پذیر و با حکمت است شما واقعا تباه می شد. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
واقعا کسانی که این تهمت بزرگ را وارد کردند گروهی از شمایند. آن را به خود بد مپندارید، بلکه در آن برای شما خیر است. برای هر یک از ایشان از گناهی که مرتکب شده است مجازاتی است و کسی از ایشان که بار زیادی این گناه را به دوش گرفت برای او عذابی بزرگی است. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هنگامی که آن تهمت را شنیدید چرا مسلمانان یعنی زن و مردشان در مورد خیش گمانی نیک نبردند و نگفتند این تهمت دروغی است آشکار؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. چرا ایشان بر این اتهام 4 شاهد نیاوردند و چون گواهان را حاضر کردن توانستند پس چنین مردم خودشان در نزد خداوند دروغ گویند. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. و اگر فضل خداوند و رحمت او به شما در دنیا و آخرت نمی بود به شما در آنچه مرتکب شدید عذاب بزرگی می رسید. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقتی را به خاطر آورید که این اتهام بزرگ را به زبان می آوردید و به دهن خیش چیزی می گفتید که به آن علم نداشتید و آن را آسان می پنداشتید در حالی که این امر در نزد خدا بزرگ است. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. و چون آن سخن را شنیدید چرا نگفتید و ما شایسته نیست که در مورد این موضوع حرف بزنید؟ پاکی تو ای خدا، این بهتانی بزرگ است. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. خداوند شما را پند می دهد که هرگز به مثل این کار باز نگردید اگر مسلمانید. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. و خدا به شما آیات خیش را بیان می کند و خداوند دانا و با حکمت است. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بیگمان آنانی که میخواهند فحشا در میان مسلمانان شایع گردد برای ایشان در دنیا و در آخرت عذاب دردناکی است و خداوند میداند و شما نمیدانید. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نمی بود و اینکه خدا مهربان و رحیم است واقعا حالت سختی دامنگیر شما می شد. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد
مسلمانان قدم های شیطان را پیروی نکنید و هر که قدم های شیطان را پیروی کند پس بیگمان شیطان به فحشا و کارهای ناشایسته امر می کند و اگر فضل و مرحمت خداوند بر شما نمی بود هیچ یک از شما هرگز پاک نمی شد، ولی خدا هر که را بخواهد پاکیزه می سازد و خداوند شنوا و داناست. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. مردم با فضیلت و توانگر شما نباید سوگند بخورند که از امداد به اقارب، مساکین و مهاجرین راه خدا دریغ ورزند. باید عفو کنند و گذشت ورزند. آیا دوست ندارید که خداوند شما را بیامرزد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بیگمان آنانی که زنان پاک دامن بیخبر مؤمن را به فحشا متهم می سازند در دنیا و آخرت به لعنت خدا گرفتار شده اند و برای ایشان عذابی بزرگی است. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. در روزی که زبانهایشان، دستهایشان و پاهایشان بر ایشان و اعمالی که مرتکب شده اند شهادت می دهد. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. در آن روز خداوند جزای را که مستحق آنند به تمام و کمال به ایشان می دهد و پی می برند که خداوند هم اوست حق آشکار کننده. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. زنان آلوده به فحشا شایسته مردان آلوده می باشند و مردان آلوده به فحشا شایسته زنان آلوده اند. زنان پاک دامن شایسته مردان پاک دامن اند و مردان پاک دامن شایسته زنان پاک دامن اند. ایشان از آنچه مردم می گویند مبرایند. برای ایشان آمرزش و روزی خوب، پاک و وافر است. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ای مؤمنان، با خانه غیر خانه خود داخل نشوید تا اجازه بگیرید و به اهل آن سلام دهید. این کار به خیر شماست تا باشد که پند بگیرید. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. اگر در آن کسی را نیابید پس در آن داخل نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شود که بازگردید برگردید. این کار برای شما شایسته تر است و خداوند به آنچه می کنید آگاه است. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم
بر شما گناهی نیست که وارد آن منازل غیر مسکونه شوید که در آنجا مال و متاعی است که از آن شما می باشد و خداوند آنچه را آشکار و آنچه را پنهان می کنید می داند. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. برای مردان مؤمن بگو چشمهای خود را پایان اندازند و دامان خود را پاک نگه دارند، این کار برایشان شایسته تر است. بیگمان خداوند به آنچه انجام میدهند آگاه است. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. برای زنان مؤمن بگو چشمهای خیش را پایان اندازند، دامان خود را پاک نگه دارند و زینت خود را جلوه ندهند بجز آنچه از آن به طور عادی نمایان است و باید ایشان چادرهای خیش را بر گریبان خود اندازند و زینت خیش را جلوه ندهند مگر به شوهران خیش یا پدران خیش یا پدران شوهران خیش یا پسران خیش یا پسران شوهران خیش یا برادران خیش یا پسران برادران خیش یا پسران خواهران خیش یا زنان همکیش خیش یا بردگان خیش یا خدمتگاران مردی که تمایلات شهوانی ندارند یا اطفالی که هنوز احساس جنسی در آنها بیدار نشده است، پاهای خود را در هنگام راه رفتن طوری به زمین نزنند که از زینت خیش آنچه را پنهان نگه می دارند آشکار شود و همه به سوی خدا رو آورید ای مؤمنان تا باشد که رستگار شد. وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. مردان و زنان به همسر خیش را به همسر دهید و نیز غلامان و کنیزان صالح خیش را اگر نادار باشند خداوند ایشان را از فضل خیش توانگر می سازد و خداوند گشایشگر و داناست. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال
بهن غفور رحیم. و آنانی که قدرت مادی ازدواج را نمی‌یابند باید عفت خیش را نگه دارند تا خداوند ایشان را بر اساس فضل خیش بی‌نیاز سازد. و آن عده از بردگان شما که آزادی خود را در برابر پرداخت پول می‌جویند، ایشان را در برابر پول آزاد کنید اگر در ایشان خیر و صلاح را سراغ دارید، و به ایشان از مالی که خدا به شما داده است چیزی بدهید. کنیزان خیش را اگر خواهان حفظ عفت خیش باشند و فحشا مجبور نسازید تا بدین وسیله متاع زندگی دنیا را به دست دارید. و هر که ایشان را مجبور سازد پس بیگمان خداوند بعد از این جبر و اکراهشان آمرزنده و مهربان است. ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات ومثلا من الذین خلوا من قبلكم وموعظة للمتقین. و بیگمان به شما آیه های روشنی نازل کردیم و نیز مثال از زندگی پیشینیان شما و پندی برای پرهیزگاران. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. خداوند نور آسمان ها و زمین است. مثال نور او چون تاکی است که در آن چراغی قرار دارد و چراغ در شیشه است. آن شیشه گویی ستاره است مروارید گون. چراغ از روغن درخت مبارک زیتونی افروخته می شود که نه شرقی است و نه غربی. نزدیک است که روغن آن روشن شود اگرچه آتش به آن تماس نگرفته باشد. نوری بر نوری دیگر. خداوند به نور خیش هر که را بخواهد هدایت می کند و خداوند برای مردم مثالهایی می زند و خداوند به هر چیز داناست. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. چنین چراغ‌ها در خانه‌های روشن می شود که خداوند اجازه داده است که بلند کرده شوند و نام خدا در آنها ذکر شود. در آنها خداوند را صبح و شام بار بار به پاکی یاد می کند. رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. مردانی که ایشان را تجارت و داد و ستود از ذکر خدا و از ادای نماز و دادن زکات غافل نمی سازد. آنها از روزی می ترسند که در آن دلها و چشمها منقلب می شود. لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله والله یرزق من یشاء بغیر حساب. تا خداوند ایشان را بر بهترین عملی که انجام داده اند پاداش دهد و به ایشان از فضل خود علاوه کند و خداوند هر که را بخواهد روزی به حساب می دهد. والذین
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب. کافران بیگمان اعمال ایشان مانند سرابی است در دشت‌های ریگزار که آن را انسان تشنه آب میپندارد تا به نزدیک آن بیاید آن را چیزی که فکر میکرد نمییابد و خدا را در نزد خود مییابد که حساب او را فیصله میکند و خداوند در حساب گرفتن سریع است. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. یا اعمالشان همچون تاریکی های است در بحر پهناور که آن را موجی پوشانده باشد و بر بالای آن موجی دیگر قرار بگیرد و بر بالای آن ابر باشد. تاریکی های است برخی از آن بر برخی دیگر طبقه زده. کسی که در این تاریکی ها گیر آمده چون دست خود را بیرون آرد ممکن نیست آن را ببیند. هر که را خداوند نوری نداده پس برای او بهره از نور نیست. الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. آیا ندیدی که خدا را هر آنچه در آسمان ها و در زمین اند تسبیح میگویند و نیز پرندگان بال گشاده هر کدامشان نماز یعنی نحوه پرستش و ستایش خدای خود را میداند و خداوند به آنچه میکنند آگاه است. ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير. پادشاهی آسمان ها و زمین از آن خداست و بازگشت همه موجودات به سوی اوست. الم تر ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. آیا ندیدی که خداوند ابر را به آرامی میراند سپس میان آن پیوند میدهد بعد آن را متراکم میسازد پس قطره های باران را میبینی که از لابلای آن بیرون میآیند و از آسمان از کوههایی که در آن است ژاله را فرو میریزد پس هر کی را بخواهد به آن مصاب میکند و هر کی را بخواهد از آن باز میدارد. نزدیک است روشنی برق آن دیده ها را برباید. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. خداوند شب و روز را به یکدیگر تبدیل می کند و بیگمان در آن برای صاحبان بصیرت عبرتی است. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على
إن الله على كل شيء قدیر. خداوند هر جانوری را از آب آفریده است. بعضی از اینها بر شکم خود می‌خزند، بعضی از ایشان بر دو پای خود راه می‌روند و بعضی از ایشان بر 4 پا راه می‌روند. خداوند هر چی را بخواهد می‌آفریند. حقا که خداوند بر هر چیز تواناست. لقد انزلنا آیات مبینات والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. بیگمان ما آیه های روشنایی بخشی را نازل کردیم و خداوند هر که را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند. و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم یتولی فریق منهم من بعد ذلك وما اولئک بالمؤمنین. منافقان میگویند به خدا و رسول او ایمان آورده ایم و فرمان برده ایم، ولی بعد از این فرقه از ایشان رو میگردانند و ایشان مؤمن نیستند. و اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. و چون به سوی خدا و پیامبر او خوانده می شوند تا در میان ایشان حکم کنند، آنگاه گروهی از ایشان روگردان می شوند. و این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. اما اگر حق به طرف ایشان باشد، با فرمان برداری کامل به سوی او می آیند. افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون. آیا در دلهایشان بیماری است یا در شک افتادند یا می ترسند که مبادا خدا و پیامبرش بر ایشان ستم کند؟ نه خیر، بلکه ایشان خود ستمگارند. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. سخن مسلمانان چون به سوی خدا و رسول او فرا خوانده می شوند تا در میانشان حکم کند، جز این نیست که بگویند شنیدیم و اطاعت کردیم و هم ایشانند رستگار. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. و هر که خدا و پیامبر او را اطاعت کند و از خدا بترسد و از او هراس نماید، پس هم ایشانند پیروزمند. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. با خدا با نهایت تأکید خود سوگند خوردند که اگر به ایشان امر کنی بیگمان از جان و مال خود در میگذرند و بیرون میشوند. بگو سوگند نخورید، فرمان بری پسندیده است، یعنی حسن نیت نشان دهید. حقا که خداوند به آنچه میکنید آگاه است. قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
خدا را فرمان برید و پیامبر را فرمان برید و اگر رو بگردانید پس پیامبر مسئول چیزی است که بر دوش او گذاشته شده است و شما مسئول چیزی هستید که بر دوش شما گذاشته شده است و اگر او را فرمان برید رهیاب می شوید. بر پیامبر نیست مگر ابلاغ آشکار. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. خداوند به آنانی از شما که ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند وعده داده است که البته ایشان را در زمین خلیفه می سازد، طوری که آنهایی را که قبل از ایشان بودند خلیفه ساخته بود تا دین ایشان را که به ایشان خوش آینده است پابرجا و استوار گرداند و حالت ایشان را بعد از خوف به امن مبدل سازد. ایشان تنها مرا پرستش می کنند و با من چیزی را شریک نمی آورند و کسانی که بعد از آن کافر شدند پس هم ایشانند فاسق. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. نماز را به تمام و کمال ادا کنید، زکات را بپردازید و پیامبر را اطاعت کنید تا باشد که مورد رحمت قرار گیرید. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. گمان مبر که کافران خداوند را در زمین عاجز ساخته می توانند، جای ایشان آتش است و چی بد جای برگشت است. یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ای مسلمانان، باید بردگان شما و نیز فرزندان شما که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند از شما در 3 موقع اجازه ورود بگیرند. پیش از نماز صبح، در نیم روز هنگامی که لباسهای خیش را از تن می کشید و بعد از نماز خفتن. این 3 وقت هنگام خلوت شماست. بعد از این اوقات بر شما و ایشان گناهی نیست که بعضی شما بر بعضی دیگر آمد و شد کنند. بدین گونه خداوند به شما این آیات را بیان می کند و خداوند دانا و با حکمت است. و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. و چون اطفال شما به سن بلوغ رسیدند ایشان نیز باید مانند کسانی که پیش از این به سن بلوغ رسیده بودند اجازه بخواهند
بدین گونه خداوند آیات خود را بیان می کند و خداوند دانا و با حکمت است. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سمیع علیم. زنان نشسته یعنی کلان سالی که امید ازدواج ندارند بر ایشان گناهی نیست که قسمتی از جامه های خیش را از تن بکشند و آرایش خود را به مردم جلوه ندهند، ولی اگر لباس کامل بپوشند و از عفاف کار بگیرند برایشان بهتر است و خداوند شنوا و داناست. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت آبائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. نه بر نابینا حرجی است، نه بر لنگ حرجی است و نه بر بیمار حرجی است که با شما یک جا غذا بخورند و نه بر خود شما حرجی است که از خانه های خود یا خانه های پدران خیش یا خانه های مادران خیش یا خانه های برادران خیش یا خانه های خواهران خیش یا خانه های کاکاهای خیش یا خانه های عمه های خیش یا خانه های ماماهای خیش یا خانه های خاله های خیش یا خانه هایی که کلیدهای آن در اختیار شماست یا خانه های دوستان خیش غذا بخورید. همچنین به شما گناهی نیست که یک جایی نان بخورید یا به تنهایی. پس چون به خانه داخل شدید بر خویشتن سلام کنید. تحیتی از جانب خدا، تحیت مبارک و پاکیزه. بدین گونه خداوند آیات خود را به شما بیان می کند تا باشد که بفهمید. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. و بیگمان کسانی مؤمن هستند که به خداوند و پیامبر او ایمان آوردند و چون در کارهای دست جمعی با پیامبر باشند تا اجازه او را حاصل نکنند نمی روند. بیگمان آنانی که از تو اجازه می طلبند به خدا و به پیامبر او ایمان دارند. پس چون برای اجرای پاره از امور خیش از تو اجازه بخواهند هر کدامشان را که خواهی اجازه بده و از خدا برای ایشان آمرزش بخواه، حقا که خداوند آمرزنده و مهربان است.
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فراخوانی پیامبر را در میان خیش مانند فراخوانی که شما از یکدیگر خود میکنید تلقی ننمایید. بیگمان خداوند آن عده را که از میان شما در خفیه و به آهستگی میگریزند میشناسد. پس کسانی که از حکم پیامبر تخلف میورزند باید بترسند که مبادا با فتنه مواجه شوند یا عذاب دردناک به ایشان برسد. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. آن به خاطر داشته باشید که هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خدا می باشد. بیگمان او حالتی را که در آن هستید و نیز روزی را که به او بازگردانده می شوید می داند. پس ایشان را به آنچه می کردند آگاه می سازد و خداوند به هر چیز داناست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. با برکت است آن که فرقان را بر بنده خود نازل کرده است تا برای جهانیان هشداری باشد. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ذاتی که پادشاهی آسمان ها و زمین از آن اوست فرزندی نگرفته است و او را در پادشاهی شریکی نیست و هر چیز را آفرید و آن را دقیقاً اندازه‌گیری کرد. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. مشرکان چیزهای دیگری را به جز او معبود گرفتند، چیزهایی را که نمیتوانند موجودی را بیافرینند بلکه خودشان آفریده شده‌اند و آنها که مالک ضرر و نفع حتی برای خویشتن نیستند و نه مالک مرگند نه مالک زندگانی و نه هم مالک رستاخیز. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. کافران گفتند این قرآن نیست مگر دروغی که محمد آن را افتراء کرده و گروه دیگر او را در این کار مدد نموده اند. بیگمان ایشان با این سخن خویش ظلم و دروغی را مرتکب شدند. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. و باز گفتند قرآن افسانه های پیشینیان است که وی آن را بازنویس کرده است و به وی صبح و شام خوانده می شود. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه
کسی نازل کرده که اسرار آسمان ها و زمین را می داند. حقا که او آمرزنده و مهربان است. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. و گفتند چی طور است که این پیامبر غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟ چرا با او فرشته فرستاده نشده است تا با او یک جا و مردم هوشدار دهنده باشد؟ أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. یا چرا خزانه در اختیار وی گذاشته نشده است؟ یا چرا به وی باغستانی داده نشده تا از آن بخورد؟ ستمگاران گفتند شما پیروی نمی کنید جز مردی جادو شده را. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ببین ایشان برای تو چه مثالهایی زدند. ایشان گمراه شدند و از این رو توان رهیابی را ندارند. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. با برکت است آنکه اگر بخواهد چیزهای بهتر از این را از آن تو می‌گرداند. باغستان‌هایی را که در زیر درختان آنها جویبارهای جریان دارد و نیز قصرهایی را از آن تو می‌گرداند. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بلکه حقیقت این است که کافران از قیامت انکار ورزیده اند و برای کسی که قیامت را تکذیب کرد آتش سوزان مهیا کردیم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هنگامی که دوزخ آنها را از جای دور ببیند جوشش و دم در کشیدن آن را میشنوند. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. و چون زنجیر پیش در تنگنای از آن انداخته شوند در این حالت است که مرگ میخواهند. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. به ایشان گفته می شود امروز تنها یک بار مرگ مخواهید بلکه بار بار برای خیشتن مرگ بخواهید. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. بگو آیا این بهتر است یا بهشت جاودانی که به پرهیزگاران وعده شده؟ جنت برای ایشان پاداش و جای بازگشت است. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. و ایشان در آن هر چی بخواهند فراهم می شود و در آن جاودانه می باشند. این وعده است که پروردگارت ایفای آن را به عهده گرفته است. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. و روزی را به یاد آر که خداوند ایشان و چیزهایی را که جز وی می پرستند جمع می کند و می گوید آیا شما این بندگان مرا گمراه کردید یا خودشان گمراه شدند؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتبع
الذكر وكانوا قوما بورا. میگویند پاکی تو، برای ما شایسته نبود که جز تو هیچ دوستی از دوستان را برگزینیم، ولی تو ایشان و پدرانشان را از نعمتها بهره‌ور ساختی تا از یاد تو غافل شدند و ایشان قوم تباه شدنی بودند. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. خداوند میگوید بیگمان این معبودان شما را در آنچه میگویید تکذیب کردند، پس بازگشتن نمیتوانید و نه هم پیروزی حاصل کرده میتوانید. هر کی از شما که ستمگار است به او عذاب بزرگی میچشد. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. و پیش از تو نیز هیچ کس از پیامبران را نفرستادیم مگر اینکه ایشان غذا می‌خوردند و در بازارها آمد و شد می‌کردند و ما بعضی از شما را برای بعضی وسیله آزمایش قرار دادیم تا دیده شود که آیا صبر و شکیبایی می‌ورزند و پروردگارت بینا بوده است.